درود بر شما باشه. من فرشاد امیرخانی از دفتر حقوق مهاجرتی رد ایگل در خدمت شما در چند دقیقه پیش رو در این ویدیو خواهم بود. این ویدیو در خصوص تصمیم وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا مبنی بر توقف صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور تهیه شده و تصمیمی که از 21 ژانویه سال 2026 در حال اجراست. ما در حال آماده سازی یک شکایت گروهی هستیم تا قانونی نبودن این توقف رو برای شهروندان این 75 کشور در مورد موکلان خود در دادگاه در واقع پیگیری حقوقی داشته باشیم. این شکایت گروهی در دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا یعنی واشنگتن دی سی ثبت خواهد شد. شرایط لازم برای شرکت جستن در این شکایت به این شرح است: نخست اینکه شما باید متقاضی ویزای مهاجرتی از نوع کاری و یا خانوادگی باشید. نکته رو که باید اشاره بدم این هست که برندگان لاتاری 2026 در این شکایت نخواهند بود، چرا که برای ایشان شکایت مجزایی در حال در واقع پذیرش خواهد بود. دوم اینکه فرم موسوم به DS-260 رو ارسال کرده باشید و شماره کیس ویزای مهاجرتی رو دریافت کرده باشید. البته فرقی نمی کند که آیا فرم DS-260 رو ارسال کرده باشید و یا حتی در مصاحبه تقاضای ویزای خود شرکت جسته باشید. در هر دو حالت می توانید در این شکایت حضور به هم برسانید. سوم اینکه در هیچ شکایت گروهی دیگری که توقف 75 کشوری را به چالش می‌کشد شرکت نداشته باشید. مسئله بسیار مهم این هستش که برای شرکت در این شکایت گروهی باید حد اکثر تا 6 فوریه 2026 فرایند ثبت نام خودتون رو تکمیل کرده باشید. ما قصد داریم دادخواست رسمی را در تاریخ 20 فوریه 2026 در دادگاه ثبت و طرح کرده باشیم. افشای موارد مهمی رو در واقع متذکر میشم. بسیاری از متقاضیان ویزا علاوه بر توقف صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور تحت تاثیر یکی از ممنوعیت‌های سفر رئیس جمهور ترامپ قرار گرفته‌اند. این شکایت گروهی آن ممنوعیت‌های سفر را به چالش نخواهد کشید. اگر شهروند یکی از 40 کشوری هستید که مشمول ممنوعیت سفر هستید و تصمیم به شرکت در این شکایت دارید، حتی در صورت موفقیت کامل این پرونده فقط یکی از موانع صدور ویزا رو برای شما برطرف خواهد کرد و نه همه موانع رو. شرکت شما در این شکایت مجاز است، اما انتظارات باید واقع بینانه چیدمان گردد. نکات مهم دیگری را نیز مایل هستم که اشاره کنم. این شکایت گروهی مانند همه دعاوی حقوقی تضمینی برای پیروزی ندارد، چرا که سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا یک سیستم مستقل و احکام آن میتواند متفاوت باشد. و دیگر اینکه این شکایت از نوع کلاس اکشن نمی باشد، یعنی منافع و یا احکام صادره برای این شکایت تنها ویژه شاکیان این پرونده خواهد بود و نه کسانی که خارج از این شکایت هستند. هزینه این شکایت حق الوکاله برای هر متقاضی اصلی مبلغ $2000 آمریکا است و این مبلغ شامل تمامی اعضای خانواده در اون شکایت می باشند، فارغ از اینکه چه تعدادی هستند. بابت هر یک پرونده فقط تنها مبلغ $2000. در پرونده هایی که دو والد با ویزای IR5 وجود دارند یا IR5 وجود دارد، فقط هزینه یک پرونده از آنها دریافت خواهد شد. شرایط پرداخت به این صورت است: $1000 در ابتدای ثبت نام و $1000 باقی مانده پس از ورود به آمریکا و میتواند در اقساط 4 ماهه پرداخت شود. اگر در این شکایت شرکت میکنید و برای متقاضی اصلی پرونده ویزا صادر شد، پرداخت مبلغ موفق الزامی است و این پرداخت منوط به صدور رأی دادگاه نخواهد بود.
اگر سوال بیشتری دارید با ما در تماس باشید و اگر قصد شکایت در این شکایت گروهی را دارید، ثبت نام از طریق وبسایت رسمی این دفتر حقوقی به صورت کاملا اتوماسیون و به صورت آنلاین قابل پذیرش است. می توانید با کلیک بر روی لینکی که در پایین این ویدیو هست موارد ثبت نام خودتان را تکمیل کنید. از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزاریم.